بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار و یا محول الحبل والاحوال حول حالنا الی احسن. قبل از هر چیز لازم شهادت مقام معظم رهبری و خدمتگزاران خدوم این کشور رو خدمت همه مردم عزیز و شریف کشورمون تسلیت عرض میکنم. دعایی که ما همیشه در حلول سال جدید قرائت میکنیم درخواستی است از خداوند بزرگ که خدا حال ما رو بهتر از این وضعیتی بکنه که درش قرار گرفتیم و دلهای ما رو منقلب بکنه در جهت راه و مسیر و جهت خودش. اون چی که خدمت شما باید عرض کنم، امسال دو اتفاق مبارک در کنار هم قرار گرفتن. یکی نوروز ماست و دیگری عید سعید فطر ماست. نوروز در فرهنگ ما و در باور ما از قرنها و سده‌های بسیار قدیم، هزارهای قدیم در کشور ما به عنوان یک آغازی نو در زندگی بوده است. ما تو فرهنگ خودمون نوروز که تازه میشه سعی میکنیم تمام کینه‌ها، کدورت‌ها و اختلافات رو بذاریم کنار. در این سال بیش از هر سال دیگری به نوروز نیاز داریم. به نوروزی که وحدت و انسجام و وفاق ملی رو در فرهنگ ما به رخ میکشه، به رخ تمام جهانیان میکشه. لازمه که کینه‌ها رو بذاریم کنار. لازمه که گرفتاری‌ها و عقده‌ها رو پاره کنیم و دست به دست هم بدیم و ایرانمون رو سربلند در این طوفان و بحران هایی که باش گرفتاریم خارج کنیم. رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو. اما عید فطر بعد از یک ماه تلاش برای اینکه خودسازی کنیم، در حقیقت نفس خود را بسوزونیم و به یک نگاه و به یک باور جدیدی برسیم. این دوتا کنار هم قرار گرفته. در این باور ما بعد از نماز دعا میخوندیم: خدایا هر فقیری رو غنی کن، هر گرسنه‌ای رو سیر کن، هر گرفتاری رو گرفتاریش رو رفع کن، هر کسی که در حقیقت مریض شفا بده. کسی که یه چنین باوری داره نمیتونه انسانی رو بی گناه بکشه که امروز در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم ناجوان مردانه دارن کشت و کشتار میکنن و در آخر میفرمایند که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. میگه خدایا تمام گرفتاری ها و فسادی که بین ما مسلمان هست اونا رو اصلاح کن. ما قصد نداریم با کشورهای مسلمان اختلاف کنیم. ما به دنبال درگیری و جنگ با کشورهای اسلامی نیستیم. اونا برادران ما هستن. این اختلافی که به وجود اومده دشمن قداری است که با این روش و با این رفتارش داره تو جامعه ما بین ما مسلمان ها رو با مشکل مواجه میکنه. در همین ماه مبارک بود که بی هیچ دلیل و منطقی رهبر عزیز ما رو شهید کردن. بی هیچ دلیل و منطقی فرماندهان ما رو، وزرای ما رو شهید کردن. بی هیچ دلیل و منطقی کسانی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از انسانیت میزنن، کودکان بیگناه رو در مدرسه 168 نفر طفل بیگناه رو شهید کردن. کوله پشتی هاشون اینجاست با امیدها و آرزوهایی که زندگی میخواستن بکنن. اینا دم از انسانیت میزنن. اینا دارن حقوق بشر رو به رخ ما میکشن. ما باورمون خدمت به انسانیته. ما باورمون گرفتن دست هر گرفتاری است و کمک به هر انسان مریضی است. اون وقت اینا با حرفهایی که میزنن و با کارهایی که میکنن در دنیا و شعارهایی که میگن ما رو مقصر جلوه میدن. ما به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. هر موقع خدمت مقام معظم رهبری ما رسیدیم و شورای دفاع بوده و فرماندهان بودن، مقام معظم رهبری با قاطعیت اعلام میکرد که سلاح هستی حرام شرعی است. هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نمیتونه
به طرف توسعه سلاح‌های کشتار جمعی هسته‌ای حرکت بکنه و یا روند رو به اون طرف سوق بده. اون وقت در آمریکا و رئیس جمهورش به دنیا دارن القا میکنن که ما داشتیم میرفتیم به طرف سلاح هسته‌ای، ما میخواستیم در حقیقت کشتار جمعی را بندازیم. و متاسفانه رسانه‌های دنیا این حرف‌های دروغ رو میپذیرن و بر اساس اون میگن ما میخوایم با کسانی که منطقه رو به هم زدن مبارزه کنیم. تصور میکردن که اگر رهبر عزیز ما شهید بشه، اگر فرماندهان شهید بشن، دیگه شیرازه مملکت اصلا خواهد باشید. و بلافاصله مجلس خبرگان رهبر عزیز انقلاب رو حضرت آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردن و ایشون با قدرت و صلابت هدایت مسیر و ادامه کار رو به عهده گرفتن. در این بحبوحه‌ای که رزمندگان ما داشتن می جنگیدن و می جنگن و با قدرت و صلابت دارن دفاع میکنن، مردم عزیز ما صحنه استثنایی خلق کردن. در این 20 روزی که از جنگ می گذرد، یک روز خیابانها رو مردم روزدار ما خالی نکردن. باورش برای همه غیر ممکنه. رئیس جمهور آمریکا میگفت اینا هوش مصنوعی هستند. بهتره خبرنگاراشون رو بفرستن این هوش مصنوعی که داره حرکت میکنه، داره فریاد میکشه، داره از انسانیت و از حقوقش و از ملتش و از تمامیت کشورش دفاع میکنه، ببینن چه جوری اینا دارن حرکت میکنن. این چیزایی که اونا میگن هوش مصنوعی هستند، اینا مردم ایرانن، اینا مردم این کشورن و این آب و خاکن و تا پای جان برای دفاع از مملکت و آب و خاکشون ایستادن. ما قدردان این مردم. حضور بسیج، حضور نیروی انتظامی، علیرغم اینکه همه اون محل‌هایی که اینا توش کار میکردن و زندگی میکردن تخریب شده، در این مدت در خیابان‌ها در جهت حفظ و امنیت مردم استثنایی بود. من قدردان این عزیزان هستم. و اما در کنار همه اینها باید از خدماتی که در مساجد، شهرداری‌ها و مردم داوطلبانه در خیابان‌ها انجام میدادن از اونها قدردانی کنیم. دولت ما با تمام وجود تلاش کرده در این مدت از هیچ خدمتی کوتاهی نکنه و قصوری نداشته باشه. و ایرانیانی که در خارجن، بیایید کینه هامون رو به خاطر این سال نو بشوریم، از بین ببریم و با وحدت و انسجام برای سربلندی ایران تلاش کنیم. عزیزان همسایه ما که در دور ایران حلقه زدید، شما برادران ما هستید. این اشکال و یا فسادی که در روابط ما ایجاد شده، دعای ما اینه که خدا این فساد رو و این اختلاف رو کمک کنه که از بین بره. ما آماده حل تمام مشکلات با شما عزیزان هستیم. ما پیشنهاد میکنیم برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه یک ساختار امنیتی از مجموعه کشورهای اسلامی در خاورمیانه شکل بگیره، صلح و امنیت و ثبات رو در منطقه تضمین بکنه. نیازی ما برای حضور بیگانگان در منطقه نداریم. ما میتونیم با کشورهای اسلامی مجلس اسلامی خاورمیانه رو شکل بدیم و در این مجلس اسلامی خاورمیانه روابط امنیتی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، روابط سیاسی خودمون رو با همدیگه داشته باشیم. ما حق نداریم با همدیگه بجنگیم. ما حق نداریم و هر بهونه‌ای که شده وارد دامی بشیم که دشمنان بر ما طراحی کردن. به دنیا اعلام میکنیم ما به دنبال آشوب در منطقه نیستیم. ما دوست نداریم هر کشوری برای حفظ خودش مجبور باشه که اسلحه و مهمات جمع بکنه و بعد منتظر باشه که آیا به خاکش حمله میکنن یا حمله نمیکنن. ما به هیچ وجه در فکر مداخله در امور داخلی کشورهای دیگه نیستیم. ما به هیچ وجه دلمون نمیخواد امنیت و آرامش منطقه مختل بشه. این رو میتونیم خودمون با کمک همدیگه دست به دست هم بدیم، حل کنیم و این پیامی است به کشورهای اسلامی. اصلاح اموری که فساد درش هست دستور خداست که بتونیم بین خودمون رو حل کنیم. بهتره به جای اینکه در رسانه ها تبلیغ این رو بکنید
و این باور رو به مردم خودتون منتقل کنید که ایران عامل ناآرامی در منطقه است. باور کنید و خودتونم باور باید بکنید و بدانید و میدانید این اسرائیل که در منطقه باعث آشوب و ناآرامی و نسل کشی و ترور و خرابکاری است. مردم عزیز کشورمون، با همدلی و همیاری ایرانمون رو خواهیم ساخت و عزت و سربلندی رو برای مردممون به ارمغان خواهیم آورد. ما با کشورهای همسایه از در صلح و دوستی منطقه رو به طرف آرامش، به طرف توسعه و به طرف رونق اقتصادی سوق خواهیم داد. ما می توانیم با همدیگه و با کشورهای همسایه امنیت و سلامت رو در منطقه رقم بزنیم. از خداوند بزرگ میخوام در این روزهای مبارک، در این صفحه از تاریخ که درش قرار گرفتیم و حساس ترین صفحه تاریخی است، به ما کمک بکنه که مجددا صلح رو، امنیت رو، آرامش رو و مسیر به طرف توسعه رو پیش راه ما مسلمان ها قرار بده و این نفرت و کینه و جنگ رو از منطقه ما دور کنه. در خاتمه مجددا از خداوند بزرگ مسئلت دارم روح بلند رهبر عزیز انقلابمون رو همراه با فرماندهان، وزرا، مردم عزیز، کودکان بیگناهی که به ناحق جان خودشون از دست دادن، بر این رحمت خودش قرار بده و ما رو استوار و مقاوم در جهت اعتلاع و سربلندی کشورمون کمک بکنه. و این قول رو به شما مردم عزیز میدم که ما و دولت با تمام وجود در خدمت شما مردم بزرگوار خواهد بود و امیدوارم که این ناملایمات و این سختی ها هر چه زودتر تمام بشه و ما بتونیم در صلح و آرامش در کنار شما و در کنار کشورهای اسلامی سربلند و افتخارآمیز زندگی خودمون رو ادامه بدیم. شاد و موفق و پیروز باشید.